بندری و قدر سینگو افهمه شهرستانی ها یه بار تستش بکنن هر آخر هفته اگره. حالا بریم سراغ درست کردن سینگو. اول یه نصف لیوان آب بریزیم. مقدار آب باید همینقدر کم باشه تا خود سینگو هم بهش آب بده. این روش بخار پس کردن سینگو. حالا لایه به لایه بهش نمک و فلفل و لیمو بزنیم. لایه رویش هم دوباره مواد بهش اضافه کنیم و حدوداً 60 دقیقه با حرارت ملایم پخت بشه. پوست لیمو هم بهش اضافه بکنیم که بوی زخمش بگه. حالا بعد از 1 ساعت سینگو ما یا همون خرچنگ شما آماده بود. بریم تستش بکنیم.